برای کتاب فروش از شهر کلیولندی ایالت اوهایو جان زبل انتخابات پرزیدنت کاری آسان نیست. به فکرم مشکل ایمیل ها پیش دستی هیلاری کلینتون را ضعیفتر کرد. از این رو مردم به ترامپ آواز دادند. اما زبل از نامزد جمهوری خواهان هم زیاد در هیجان نیست. واقعا ترامپ از نقطه نظر من بهترین نامزد برای مقاومت به کلینتون نمی باشد. اثنای انتخابات داخلی حزبی من بر ضد او آواز داده بودم. به توجهی به نامزدها زبل را از آوازدهی کنار نکشید. او در طول حیاتش از جمهوری خواهان پشتیبانی کرده است و امسال هم مثل هزارها ساکن اوهایو در انتخابات پیشکی از ترامپ جانبداری کرد. اقرار میکنم که من از میان دو بدی کمتر را انتخاب نمودم. تاکنون شرکت رای دهندگان در انتخابات پیشکی برای ترامپ خبری خوش بوده است. اشتراک دموکرات ها در انتخابات پیشکی نسبت سال 2012 ضعیفتر است. این شاید برای کلینتون خبری خوش نباشد. استاد علوم سیاست شناسی در دانشگاه بولینگ گرین می افزاید که بر پایه آمار رسمی در انتخابات پیشکی شرکت امریکایی های افریقایی تبار که 13% رای دهندگان را تشکیل می دهند کم رنگ بوده است. افزایش شرکت امریکایی های افریقایی تبار امکان پیروزی کلینتون را بیشتر می کند. آنها می توانند کلینتون را در اوهایو پیروز کنند. برعکس اگر شرکت امریکایی های افریقایی تبار سست باشد، شانس پیروزی ترامپ بیشتر می شود. با دونالد ترامپ انتخاب دشوار نیست. حقوق شناس نفقه‌گیری 75 ساله ساندرا رینولد در آوازدهی پیشکی در یکی از حوزه های انتخاباتی کلیولندی اوهایو اشتراک کرده است. او طرفدار کلینتون است و اعتراف می کند که جوانان به انتخابات زیاد توجه ندارند. آنها تشبث ندارند. من سرتراشا و مردم شبیه آنها را در نظر دارم. نمیفهمم که چرا تشبث ندارند. میلر میگوید نبودن تشبث بر ضد معرکه کلینتون است. در آوازدهی پیشکی شرکت فعال به طرفداری از کلینتون احساس نمی شود، مثل آنکه رای دهندگان شرکت فعالشان در سال 2012 را جبران می کنند. زبل امید دارد که وضع کنونی به نفع ترامپ خواهد بود. به فکر من در انتخابات رقابت شدید خواهد بود. زبل و رینولدز از نامزدهای مختلف طرفداری میکنند، ولی ظاهراً یک نکته آنها را به هم آورده است. این همان ناراحت کننده است. میخواهیم زودتر انجام یابد.